که هستی را رقم زد، نشان خویش بر لوح و قلم زد. به نام خداوند جان و خرد، که از این اندیشه بر نگذرد. توانا بود هر کی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. یا حفیظ و یا علیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام دارم خدمت اعضای محترم دکترین تاریخ و اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی. خدا را شاکرم که امروز فرصت فراهم شد تا حاصل تلاش ها و پژوهش های یک سال اخیرم را و طرح پایان‌نامه خویش را تحت عنوان تأثیر ترکا در روند نوسازی حبیب الله خان خدمت شما ارائه نمایم که هدف بنده از این پژوهش ارائه پاسخ‌های علمی کاربردی به یکی از مهمترین چالش‌های حوزه تاریخی ثبت اسناد املاک نموده به عنوان پایان‌نامه مذکور هستش. امیدوارم که در ادامه جلسه ضمن بیان مبانی نظری، روش تحقیق و نتایج اصلی پژوهش تصویر روشن از دستاوردهای مطالعه را خدمت شما عزیزان ارائه نمایم. گرچه اظهار سخن در محضر شما اساتید بزرگوار دور از ادب است، اما از آنجایی که هر دانشجو ملزم است که پس از طی مراحل تحصیلی در مقطع لیسانس مکلف است که در پایان دوره آموزشی خود پایان‌نامه علمی و تحقیقی ارائه نماید، این پایان‌نامه نه تنها بخشی از شرایط فراغت است، بلکه فرصتی است برای سنجش توانایی علمی، تحلیلگری و مهارت پژوهشی دانشجو. بنابراین من نیز به نوبه خود در چارچوب این مسئولیت علمی طرح موضوع پایان‌نامه خویش را که تحت عنوان تأثیر ترکا در روند نوسازی حبیب الله خان انتخاب کرده ام تا با تکیه بر منابع معتبر سهمی در بازتاببخشی از تاریخ فرهنگی و اصلاح طلبی کشورم داشته باشم. موضوع مسافرتون تازه هستی؟ جدید موضوع است یافتن چی از این مدار کار داره. منابع ترکیه هم باید با دکتر سر همکاری بکنه شاید جان چیزایی بوده باشه یک چیز بسیار خوب بشه این بسیار ضرورت است. اگر که خوب بوده که موفقیت دارم تو ازمون میکنه باشه موفق بسازم و دست پر سال